سوالی من همین بود که ما امروز از مسکو یکمین ترابه سر میشد. اصلا من گراجدینی همین روسیه هستم، لیکن پدرم خاطران که مسجد روی با یک بلو میشد و یک بلوی به سر میکنی، گفته ترابه به اجازه ندادستن، گفتن اگر روی تو پسری من نی، بعد من چیکار کنم؟ خب تراویح سنت است برادرای عزیز. تراویح مثل نماز جمعه نیست. جمعه فرض است. اگر به تراویح رفتنتان واقعا ضرر داشته باشد، ضرری جدی داشته باشد خاصتا و باوری دارید که ضرر دارد، بله در این حالت در خانه خوانید. لیکن کوشش کنیدتان تا اینکه همین چیزا برطرف شود. برای چی مثلا به نماز روید ضرر میبیاد؟ باید ضرر نبیاد اصلا. نگاه کنید در کشوری که زندگی میکنید، انتخاب کنید قانون و قاعده های مثلا حجتاتون رو درست کنید. بعضی برادر به حجت میگردن و نه فقط مسجد، مغازه رو آدم دستگیر شدنش ممکن آخر. برای چی فقط مسجد مثال میبرد؟ مغازه هم نرود نان خریوه، چون که قبیدنش ممکن مثال. یعنی به هر حال اهمیتی تون برادرها. آدم خانه قرض به بانک که گرفته میخرد نمیپرسد، لیکن قربانی زکات شود قرض گرفته میشد میگه. یعنی چیزی شریعت آمدگین، فرمانی شریعت آمدگین ده عقیقه قرض گرفته کنه میشد می و خانه قرض گرفته خریده دو. این فقط برای این مسئله جواب نه. فقط میگم که بعضی آدم ها مسئله دنیا و مسئله دینی و فهمیششان دیگر خیلی است. مسئله دینی بیاد حرکت میکنن همون جایی که شریعت پول گفته است ندادن، به مسئله دنیوی بیاد هر چقدر شریعت نکن گفته است همون کردن میگیرن.